ای شخصیتی که نماز نمیخوانه، این جمله را خوب اهمیت بده که جنتی ها با دوزختی ها صحبت میکردن، میپرسیدن با چه خاطر دوزختی گردیدی؟ جواب میگفته که سببش این بود که من نماز نمیخواندم. در جای دیگر رب العالمین میفرماید که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ویل است، ویل باد برای نمازخوانها، همون نمازخوانهایی که نسبت به نماز بی‌پروا هستند، همون نمازخوانهایی که نماز قضا میکنند، همون نمازخوانهایی که نماز یک چیز عادی میدانند. امروز اکثر از مردم ما در حالت کارش نماز قضا میکنه. برادر بزرگوار، همون لحظه که نماز قضا کردی و کار کرده ساده ای، هر درآمدی که همون لحظه برای تو بیاید والله قسم او پول برای تو حرامه.